بازی عالی رو با هم ارادت شروع کنیم. خیلی مخلص. امیدوارم شاهد بازی سناریو پرهیجانی پاسپورت باشید. کاراگاه شد. احترام به قوانین بازی و امیدوارم همچنین لذت حفظ حقوق ببرید. یکدیگر مهمترین مسائلی هست که در ابتدا تاکید میکنم. من برای بازیکن شماره 8 میگم اینجا بازی الفاظ نیست، یه کلمه به خدای استغفرالله اینا تو روند بازی بگی اشکال نداره، ولی قسم خوردن ممنوع. بگی به خدا شهروندم، هر چیزی تو روند بازی بگی کیک میشی. ادامه بازی. روز معارفه رو شروع میکنیم و همه یک دور بدون چالش صحبت میکنیم. نوبت صحبت شما. درود رفقا، ارادت، کیف میکنم با تو مافیا بازی میکنم. انشالله بازی خوبی باشه. به نظرم 4 تو بازی مافیاست، 7 تو بازی مافیاست، 9 هم تو بازی مافیاست. 7 بیشتر مافیاست، 9 هم دیسلایکتون چیه؟ مافیایی دیگه. تارگته، فردا شاید برگردم. شهروندیم تو چیز روند بازی ثابت میشه. رو من فشار نذارید، بذارید بازیمو بکنم. بفرمایید. نفر بعد. خوشحالم باهاتون مافیا بازی کنم. بین الکچلین بازی هستم. قطعا مو دارم، تو این بازی مو دارم. بین دوتا کچل فشار رود نمیذارم. جریان سازی جالب نبود واسم. ویوا آقای سیتی 1 فردا موضوع جدی نسبت بهت میکنم. آقای سیت 3 رو میزنم. آقای سیت 5 دهم که شیاد بستم رو شیادی. ده باز مطمئن شیاد کشید. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. امیدوارم حالتون خوب باشه. نظرم که توی دو مافیا هست با آدز بالاتر شماره 2 کافی به شماره 10 از اون طرف تارگت زدم به من از روی هیچی داشتن یک مشکل، چون به نظرم نمیخوای بر روش فشار بذاری دیگه، نیاز دیار بکنه باشه. دوبارم خیلی مشکوکه. بذار یه دونه میزنم به سیت 6 بعد از زانه. علی آقا سیت 3 یه مقدار صداتون قطع و وصل میشه، اینو اوکیش کنید ممنون میشه. سپاسگزارم. نفر بعد. دوستان عزیز، مخلصم، عرض ادب. شماره 4 هستم. خیلی خوشحالم در جمعتونم. قطعی شهروند بازیم. تک تارگت دوستان میزنم. 9 بازی. مخلصم. بچرخه دوستان. بازیکن شماره 5. عرض ادب و ارادت رفقا، وقتتون بخیر. آقای سیت 4 کارتو اصلا دوست نداشتم. پاتیل به نظر من 90% مافیایی. فردا خیلی رود فشار میارم. 90% مواقع من مافیا گرفتم. تو یه دونه یک و جریان سازیشو دوست نداشتی، یکی به 3 زدی، یکی به 5، یه دونه هم قطعی شیاد داری با نقش شیادی دیگه، درسته؟ اون شیاده. کارت خودتو با 3 نفر دیگه 1 3 5 درگیر کردی. بین ماها حتما یه دونه شهروند هست. پس یه دونه شهروند با یه دونه مافیا قطعی چین کردی. شهرونده امکان داره با دست همون مافیا تو بازی کنه، خودتو بده بیرون. به نظرم تو که مافیای 4 هم دوست داشتم. 5 هم اگه شهروند. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. سلام ارادت، امیدوارم بازی خوبی باشه فارغ از نتیجه. آقای 122 اونجایی که داشتی دوباره تارگت میکردی من لایک دادم. لایک منو ندیدی، دورت بگردم. تارگت زدنت به من غیر منطقی بود. به نظرم دو من میتونه مافیا باشه با 4 دیالوگ چی بود؟ تو یا میتونی شهروند ساده باشی که به درد من نمیخوری، یا فردا باید ساید مستقیمی تو فقط با اون گفت کنی، چون هر کی بخواد 1 تا 3 تارگت بزنه اول باید خودت رو گردن بگیره. تو 2 3 4 تراکم مافیا میبینم من. بعد از خودم من صحبت ها رو میشنم، فردا اعلام موضع میکنم. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. سلام دوستان عزیز، شبتون بخیر. خوشحالم که باهاتون بازی مافیا میکنم.
من به فکتی که سیسه برا دو آورد اوکی هم با اون فکته، ولی آقای سیته یک از بازی فهمیده چون به من و نه تارگت زده دیسلایک نشون دادیم دیگه حتما مافیای بازی هستیم. انتظار داشتیم مثلا لایک بد نشون بدیم ترنمون میرسه بلند شیم بگیم ما مافیا هستیم. آقای سیته یک سایدش با من باز میشه، به بقیه میزیشی ندارم. آقای سیته یک تصمیم گرفته ما در حالی که شهروند بهش دیسلایک نشون داده تصمیم بگیره اتفاقا. ممنونم. نفر بعد. دوستان عرض محسن بازی هستم، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. اول ازت ادب یاد میگیرم بعد بازی. مافیا من 1 بازی، 2 بازی، 4 بازی. میخوام فردا با این 4 سایت بگیرم. 4 الان پاشیده نمیفهمه چی میگه. 4 بازی فردا یه سری با من یا شما خروج میکنی یا 8 بازی دورت بگردم. فقط 4 رو دارم. 2 تا مافیا دیگه هم 1 و 2 سایدم میخوام با 4 باز بشه. 4 رو هیچ جوره نمیتونم شهروند بخونم. بتابت. سپاسگزارم. نفر بعد. عرض ادب خدمت همه، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. آیه شماره 4 8 ثانیه صحبت کردی، 2 تا فکت داری قربونت برم. فکت اولت همون 8 ثانیه صحبت کرده، تو میگی قحطی شهروندم، یه جوری صحبت کن ما بفهمیم تو شهروندی دیگه. من تو 8 ثانیه نمیفهمم تو قحطی شهروندی. 1 2 تو گفتی 9 خط به یک مافیا. شماره 1 جریان سازی کرده بین کارت 4 7 9. 7 دیسلایک داد، منم دیسلایک دادم. تو 1 رو ول کردی گفت 9 قطعی مافیاست. شماره 1 7 هم اگه همون روند باید تکرار می‌کردی 7 هم باید تارگت می‌کردی. بازیکن شماره 10. درود و احترام دوستان، شب همگی بخیر. آقا یک کوکه برندشون میزنم واسه 11 بازی، فردا ببینم چی میگه. 2 4 7 بین این 3 تا قطعی 2 تا مافیا، شاید هم 3 تاشون باشه. میخوام ببندم بازی ما همین تو روز معارفه. خانم شماره 7 شما اصلا آتیشش باز کردم با اون 2 و 4 رو گذاشتی فکر میکنم. 2 مافیا، 4 مافیا، 7 مافیا، 3 و 8 رو از الان میخوام بهشون بگم شهروند. مسیر تارگتی رو واسه خودم ببندم کارو سخت کنم. درسته؟ یا به قول معروف معارفه مافیا، ناتو شیاد به رهبری گادفادر. شب میشه. زمان گروه مافیا از حالا شروع میشه. روز میشه. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. نوبت صحبت شما. خب خانوم شماره 7، شما فهمیدی اون 9 شهروند با تو دیسلایک داده به من، درسته؟ کلن قبل خودتو تحلیل نکردی، 2 3 4 5 6 رو فهمیدی که باید با من ساید ببندی، درسته؟ ساید اکسپت. امروز 7 رو به ساید من میدید بیرون، خوند شهروند، منم بیاری توی بازپرسی. اصلا اینجوری شهروندی من نمیخوامت شما رو. بهترین جنبندی و 10 آورد. بله 2 مشکوک است، بله 4 مشکوک است، بله 7 مشکوک است. درسته؟ آقای 6 فکر کنم 3 شهرونده. امروز روش فشار نذار، بذار خودش سایدشو باز کنه. آقای شماره 2 بالاخره به من تارگت زدی یا نزدی برادر؟ چیکار کردی؟ فردا نمیدونم تحلیلت میکنم. همون دیروز تحلیلم میکردی دیگه.
الان پاشو بگو هفته چیه 4 چیه آقای شماره 2. اوکی خیلی مخلصیم بتابت. بازیکن شماره 8. این ده بازی اگر هفته شهروند داری باید هفته هم شهروندش داشته باشی. امروز سایت هیچ جا باز نمیشه. یک بازی دورت بگم من یه سایت گرفتم با 4 بازی. مگه 4 رو مافیا نداری؟ یک بازی لایکتو ببینم. یک بازی من 4 رو مافیا. خب بعد امروز سایت منو در بیاری دورت بگردم. امروز سایت منو در نه دیگه داداش نمیشه اینجوری. امروز فقط 4 خروج میکنیم. من این یکی تو بازپرسی دورت بگم تو خود 4 رو مافیا داری. منو مگه شهروند نداری؟ منو مگه شهروند نداری؟ یک بازی الان مافیام داری. مشکل نداره 4 خروج میکنه منو تو بازپرسی یک بازی. نظرته؟ دولت بگرم نمیذارم یارت بشینه اینجا کف دک اینجوری شما ملق بازی در بیاره. امروز هر کی منو شهر داره به 4 رای میده. هر کی 4 شهر داره به من رای میده. گفتم ولت نمیکنم. بازیکن شماره 2. ریت بازی روش هفته فکت داشت. اینو بشنوی ویوا از تو انتظار داشتم که یا با من کله بزنی یا با اون 3 تو بازی یا با 5 نیروانه. فقط هم اما اون هفته رئیس مافیات 8 بازی یا همینجوری انداخت خودتو وسط. آره چرا یو خیلی ناشیانه بود حرکتت به نظر من. چیکار کردی تو بازی برده؟ فازت چی بود؟ با هفته یک به یک برداشت میگی بیا بریم 4 رو بخوریم دوتایی بیایم بازپرسی. خود بیس هفته کجا رفت؟ با کی کار داری؟ نه آقا امروز همون هفته میره بیرون. به فکت شناخت این 122 هر وقت مافیا میشه به من میزنه، هر وقت شهروند میشه با من کاری نداره. واسه همین 122 من فراد شهروندی برو همون با موضع 3 رو بیار پایین. من شهروندم با دیار شهروندی میکنم تو بس. اون فکت شهروندی من بودا نیروانا سیت 5 دیروز با 4 نفر کله زدم تو بازی با رول مافیای خودکشی کردم این کارو کنم. مرسی. نفر بعد. یه خیلی بدی کردی. ده شیاد چی شد؟ 10 شیادت فهمیده 2 4 7 مشکوکن که یکی گفت بهترین برایند و 10 آورده. 2 4 7 با هفته دیالوگ کنی میگی همین 10 رو بدی بیرون. الان به 8 میگی پریدی جلو گادفادرت. آقای سیت 10 تو که لاک نشون نده تو هم خیلی مشکوکی. به نظرم بین 2 10 ساید هست. بله تو قطعی شهروند توی معارفه باید سیت 1 میبود. مگه نگفتی 2 4 7 سیت 1 گفته بود 4 7 9 دو تا مافیای تو رو گفته بود سیت 1. نه آقا حتما بین 10 و 2 مافیاست. حتما بین 10 و 2 مافیاست. بعدم میاد اینجوری با هم دیگه ساید بگیرید آقای سیت 1 و 7 آقای سیت 8 و 4 بعدم میاد. 8 خیلی برام شهرونده ولی بذارید فکت وارد بازی کنیم دیگه. اینکه روز یک عجیبه غریبه. نه آقا بین صحبت‌های نفر بعد. ما تک تارگتیش شماره 9 یا به شماره 8 بود. 9 حرکت گشت ازاد اتفاقا تو که از از کاور کردن 7 با مافیا داشتن 3 4 با توی معارفه اصلا دنبال مافیا میگشت که این کار رو نکرد. من اگه هفته رفت بیرون صرفا به ساید پاتیل میدانشون به ساید 1 نمیدانش بیرون. ساید پاتیل میدانشون چون خودش متوجه شد که نباید بره به 10 تارگت بزنه منو بیاد مشکوکم بکنه داخل دکتر. بعد از من به جز فرهاد هیچ کس به من تارگت نزده. هیچ کس نفهمیده من مافیا. خودم الان فشار بذارم رو تو که تو رو امروز مجبورم اجماعت بکنم. فشار همچنان رود نمیذارم. متوجه باش که اگه شهروندی مسیرت غلط. 4 باید صحبت بکنه. خود آقای 9 صحبتش رو 4 به نظر من مهمتر است تا بقیه. 4 رو به جز بازی بشه. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. من که صحبتامو در مورد شماره 4 که معارفه انجام دادم. یه جریان مشکوکی ایجاد شد. چالش گرفتم صحبت کنم. آقا شماره 8 تو معارفه تارگتات 1 2 4 بوده. اوکی؟ قبل اینکه صحبت کنی معارفه این خانم شماره 7 با یک معارفه سایت گرفته. یک هم گفت الان بلند شده با 7 سایت گرفته.
تو با هر نقشی حتی شهروند مافیا لزومی نداره ساید اینا دخالت بکنی، که لزومی نداره بیای با شماره 10 دیالوگ بکنی که شما 10 منو شهروند داری پس باید حتما 7 شهروندم داشته باشی. عجیب بود این دیوانا. از کجا فهمیدی 8 شهرونده؟ اصلا آقا من کاور بکنید بفهمم اگه کاور میکنید خودت رو تارگت کنم اون رو تارگت نمیکنم حتی اون مافیا باشه. این نیروانا از کجا فهمیدی شماره 8 شهرونده؟ صحبت‌های نفر بعد. دیروز صحبت‌های یک و دو رو نشنیده بودم دوستان، شرمنده‌تونم، ولی امروز مطمئن شدم که دو بازی مافیا است دوستان. دو بازی قطعی مافیا بازیه. امروز یه سایت بین من و دو بازی داداش. تو من شهرونده خب، ولی تو مافیا بازی هستی. آقا من اصلا مافیا بازیم، میخوام خودم فردا بدم یه روز با دست من بازی کنید، دو بازی خوب پیدا کنه، فردا اون نه مافیا بعدیه، اون بین 5 و 10 هم یه مافیا نشسته. یه روز با دست من بازی کنید، فردا شهروندیم واسهتون ثابت میشه، کف میز شو شهروند بازی میشم. دوستان روز دو خروج پیدا کنه. بازیکن شماره 7. شما که میدونین من وقتی شهروند بکشم که سمت کارتم نمیتونه بیاد، ولی خودم خواهان خروج خودم هستم آی نیروانی. ولی آی 122 با وصیت من بازی میکنی. من وصیت کردم سیت 1 فردا نمیتونی شیک کنی، از نمیتونی، چون مگه نمیگه که تو اگه شهروند بازی هستی به درد نمیخوری، اونم اگه شهروند بازیه به هیچ دردی نمیخوره. درسته؟ درست. منو میدین دوستان عزیز شهروندم، بعد کارت میذارم. آقای سیت 9 منم فهمیدم 8 قطعی شهرونده، میرم بیرون میخونم شهر، حق نداری مسیرت به 8 بازی بخوری. تموم شد. نیروانا شهر، 8 شهر. بازی کنیم بکشین زیر من تا خودم وصیت میذارم، با وصیت خودم بازی میکنین. آقای 122 بازیکن شماره 5. بازی مافیایی دونیتو نگاه میکنید دیدید یه نفرشون بگه من میرم بیرون، چه کارت شهروندی اینقدر بیاردشه بگه من برم بیرون؟ چرا نمی جنگی؟ چرا باید حتما یه شهر قربانی بشه که ما به مافیا برسیم؟ آقای سیت رو من که نمیتونم همه چیز واسه تو توضیح بدم. یه سیت 4 اومده گفته 9 قطعی توی معارفه ماست، قبل اینکه به ترن تو برسه 8 رفته سایدشو با 4 بسته، حتی آد نداشته ببینه دعوای 4 رو که گردن گرفته همون توی معارفه شهروندی یا مافیاست. پس تو ذهن من این 8 شهرونده. نمیتونم که همه چیز رو توضیح بدم. آقا دو به من گفته من فکت شهروندی ما آوردی، 10 داره به من لایک میده، من که دارم من 2 سایت سفید میشم، هفتم که یار من باید بگی تک چین من همین هفته که دارم بهش میگم که اینجوری دفاعیه نکن داری میری. پس دیگه شهرتون با دست خودتون. من نمیتونم بازی. من بین 1 و 2 10 مافیا دارم. دیالوگ 7 خیلی مشکوک بود، پس موضع تو در مقابل یک باختی حتی اگه مافیا باشه نکنید. اگه شهروندی داره خیانت میکنید. نفر بعد. آقای نیروانا سیت 5 شما 4 بازی رو شهر داری؟ نیروانا لایک دیسلایک. بیا اعلام موضوع در مورد 4 بازی هم میکردی دیگه. آقا من گفتم 2 4 7 مافیان، 8 شهروندت، تو هم شهروند منن. تو لوکیشن مافیای من مافیا داری، تو لوکیشن شهری من شهر داری، اون وقت ده هم مشکوکه واسه داره نمیخونه. داری سخت بازی میکنی نیروانا، فشار میکنم زیاد رو الان. چرا؟ تو پزشکی میکنی به خانم صوفیا ندارد بازیه. آقا ترسو نباشه سایتو باز کنه، بیارین بالا 2 4 7 8 تاشون بیان بالا دفاعیه کنم ببینیم اوقاتشون در میاد دیگه. فردا هم با بازپرسی سایت باز میشه. آقا فرهاد دیسلایکت برای چیه؟ مشکل نداره که شما تارگت تو اعلام کن سایت باز کن، هیچ مشکلی نداره. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. بار 7 که با هم دیگه نمیتونن مافیا باشه، دورت بگردم باید یه چین منطقی واسهشون تعریف کنی. چجوری میگی 2 4 7 با هم دیگه بیان تو دفاعی؟ آقا جان این 4 تو روند بازی فکتور. آقای نیروانه این 4 برای شوخیه، یه تارگت هم خرجش نمی‌کنی. 4 چه کرد؟ آقا 4 من بهت گفتم مافیا من اکسپت کردی، اون 8 بهت گفته مافیا اونم اکسپت کردی.
مرد حسابی بعد خودت اون همه تارگت خوردی، همه برات هیچی، از سایدتون میخوای با اون دو فقط باز کنی. نکته دوم، روز بلاین گفته بودی 1 تا 3 هیچ اعلام نظری راجبشون ندارم، پس ساید مستقیم تو باید با اون نوع باز میکردی. 4 به نظرم مید مافیا باشه، من باب این که 4 رو من مافیا دارم. آقای 8 هم فکتور آخه. آقای 8 قبل از اینکه بخوای در رو اون یکه ببندی که 7 رو بده بیرون، باید تحلیل میکردی صحبت‌های 4 رو، صحبت‌های 7 رو که نکردی. چین نمیتونم بزنم، ولی هر کسی شهر باشه این 4 مافیاست. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. پاشو یک به یک تو با هم پیام اینجایی تو بازی دیگه فهمیده 1 2 10 پر مافیاست. تو میگی 2 رو بیارید بالا، 4 رو بیارید بالا، 7 رو بیارید بالا تو دک. تو فهمیدی چیکار کردی داداش؟ 8 اومده با اون یکه دیالوگ کرده، یار فرضی 7 رو اصلا بازی کرده تو بازی. درسته گفته یک بازی بیا 4 رو از دک بکنیم بیرون، یک فست دیسلایک داده، یعنی این ساب تارگت تو بوده. تمام ایونت ها رو کنسل کردی، 1 به 1 تو با 2 بستی تو بازی. 4 که مافیاست. توی 5 و 10 یه دونه مافیاست از رو بیس 4 که یار گذاشته لوکیشن تو بازی. انقدر بازی نابلدی به نظر من. از رو بیس مافیایی تو بازی میکنم، تو 5 و 10 یه دونه یار داری تو بازی، اون یکی رو فعلا کاری ندارم. فقط میری برو امرو فقط 4 میره از دک بیرون، خودم میام تو بازپرسی. بازیکن بعد آقای نیروانا بد میگی با من بد حرف میزنی. شما چیکار به کار من داری؟ من دوست دارم خودم توف کنم تو کارت شهروندی من. تو چیکار به من داری؟ دوست دارم برم بیرون، فقط هم یکو وصیت میکنه. آقای 10 فهمیده 2 بیاد بالا، 4 بیاد بالا، 7 بیاد بالا، بس یکه که خودم سایت باش بستم نیاد بالا. نه من نمیخوام 2 با من بیاد بالا، من سایدم با یکه در میاد. اگر دادید منو بیرون که دادید، ندادید قطعا سیو دکتر برا خودم میشینه. یعنی سیو دکتر هیچ جا. شما چه کار داری؟ من دارم میگم اگه ندادین منو بیرون چرا انقدر هرس میخوری؟ اگه منو ندادین بیرون قطعا سیو دکتر با خودم میشینه. درسته؟ کاملا درست آقای سیت 1. مرسی. نفر بعد نوبت صحبت شما. امروز فقط هفته میره، من کارتم شهروندی این منو ول نمیکنه. فقط هفته میره. خانوم 7 مگه 8 رو شهر نداری؟ چرا یه تارگت به این نمیزنی؟ چرا میترسی؟ چرا نمیزنی؟ آقای 8 این شهروند شما به تارگت نمیزنه، چی کارش کنم؟ ها؟ پس موزه رو از دستت میگیرم استاد، موزه رو از دست همتون میگیرم. ساید سیف فقط 7 میره بیرون. خانوم میگه من اگه نرفتم بیرون سیو دکتر بشینه. مافیا چرا باید بیاد تو رو شات کنه؟ توی که شهروند گردن گرفتی و برو بیرون خانوم، کنسه منسه هم نمیخورید. آقا ساید من این ما شهروند خوب فردا منو با 20 تا رای بکنید بیرون. بازی واسه مافیا آسون کردم، کاری نداره که هیچ کیو تحلیل نمیکنی خانوم شما. نه ساید 2 و 4 رو تحلیل میکنی، نه 8 و 5 رو تحلیل میکنی، هیچ کیو تحلیل نمیکنی. چی به دردم نمیخوره. بازیکن شماره 8 چهار بازی چالش میدم به خودت. 4 بازی من با تو سایت گرفت، بعد میگی 2 بره بیرون. دورت بگردم ببین، یک بازی به داد و بیداد نیست داداش من. ولش کن، 7 رو رهاش کن، 7 رو رهاش کن. فردا ساید تو رو در میاد. امروز این 4 رو سایدشو در بیا که گفتم روز معارفه، گفتم 4 بازی ولت نمیکنم. چالش گرفتم گفتم 4 بازی ولت نمیکنم. بازم یه تارگت خرج 8 بازی نمیکنه. یک بازی اگه با فک بازی نمیکنی، اصلا من مافیا یارم شو شده میخوام بفروشمش. درسته؟ خب بفروشمش دیگه، بالاتر نداریم که. یک بازی 7 رو رهاش کن. یک بازی امروز ساید 4 رو در بیا. ساید 4 رو نمیخوای در بیاری، باید 8 رو بکنیش بیرون. باید 8 رو بکنی بیرون. فقط 8 امرو خروج میکنه. نمیخوای بفهمی یک بازی، فقط امرو 8 خروج میکنه. تو 4 رو ول کردی، 7 رو چسبیدی. فقط بعد 4 خروج کنی، یا 4 یا 8. نمیذارم جایی سر بخوره 4 بازی، نمیذارم جایی سر بخوره. ولش کن 7 دیگه. و امرو فقط 8 رو میدی بیرون. یک صحبت های نفر بعد چی میگی؟ شهری داداش شماره 8؟
لایک بده داداش. خب من شهرم الان چته شماره 8 من شهروندم. خب تو داری به شهروندی دیسلایک میدی، به کارت خودت شک داری، میگی چرا تارگت زدم بهم تارگت نزدی. خب تو رو مافیا ندیدم داداش. الان این کجاش ایراد داره؟ شیشه بازی تو هم همینطور گفتم ساید من امروز دوه در میاد. من مافیام فردا روز 2 خودمو میخوام بدم لا در. خب این حرکت رو نمیزدم که شما نمیتونستید منو بدید بیرون. دو موظف بود امروز بین 3 و 4 اعلام برآیند کنه، نکرد. آقا ست فورس تارگتش دیروز دوه بود. منم اومدم اون فشار تارگتر رو برداشتم، تک تارگت به 9 زدم. دوه خواست با 4 بازی کنه چون از تارگت 3 ترسید. آقا دوه بازی قطعی مافیاتونه. سیو دکتر امشب رو منه. امروز من جای نمیرم، سیو دکتر رو ممنونم. نفر بعد. آی شماره 4 آخه کی مافیا چرا باید تو رو شات کنه امروز آقا دکتر که فقط داره شماره 6 رو کاور سیو میکنه چون مطمئنم شهرونده. نه 6 که شهرونده، 3 رو هم کاور میکنم، 10 هم کاور میکنم. نیروانا تک رای میدمت بیرون. چی میگی خانم سوفیا؟ چرا اینقدر موزت ضعفه؟ یه دونه یک تو رو گردن گرفته دیگه. اصلا با نقش شهروند ساده مهم نیست. من با نقش شهروند ساده 3 تا مافیا دادم بیرون. میگی منو بدید بیرون. اصلا تو رو هم بدید بیرون با وسیلت بازی نمیکنم. اونجوری هم من. تو میگی منو ندید بیرون، دکتر منو سیو کاراگاهی. دکتر چی؟ متوجه نمیشم کارت تو رو. امروز تکرار میدم شماره 7. میدونم 4 مافیا تکرار میدم شماره 7 بره بیرون. مهم نیست واسم. مهم نیست شماره 8 خودش میخواد بره. هر کی میخواد بره باید بره. شماره 8 رو میدیم بیرون. تک دفاع تک دفاع. یکم رای نمیدم بهش. اگه میشه دیگه پلی بازی کنه. ممنونم. نفر بعد. از کاری که برد به نظر من توش مافیا هست. این کارا حد اگر که من با سایت گرفتنش با دو بخوام موافق باشم که کرد مجدد به 9 تارگت زد خیلی قود به نظر من. این 9 عزیزم میدونی چه نکس لولی زده بود با هر رولی شهروند مافیا رفته بود به این 8 تارگت زد. این 5 یا پایین آورده بود که داره از 8 کاور میکنه. این 8 رو منه بیرون. 9 خیلی کار باحالی در حق تو کرده بود. گناه 8 صرفا کاور کردن از 7 است. واقعا با مافیا داشت چون نباید میرفتی 7 رو کاور بکنی. حرکت 8 مشکوکه، 4 هم مشکوکه. من این دوتا رو خیلی مشکوک دارم تو ذهنم. این تو به نظرم درست نبوده، مسیر اشتباهی داخل بازی طی کردن. آقای 5 میگه آقا این 8 تا کارت دیدم شهرونده. بازیکن شماره 10. علی جان سیت 3 هنوزم صداتون قطع و وصل میشه. ببین میتونید اوکیش کنید. خب خیلی با تناقض بازی میکنه، خیلی با خانم صوفیا کنس. بعد منو بدین بیرون، بعد موندم سیو دکتر. هیچ کدومش ما هم جور در میاد. چیکار داری کنی شما آقای 8 بازی؟ شما من نمیدونم چی دیگه ما ندیدیم ها. شما آقا مگه آقا 4 رو مافیا داری یا نداری؟ چرا خیلی خوب دیگه هم 4 مافیا داره، 7 هم مافیا داره. الان سر مافیا که بدیم بیرون دعوا داریم. سر مافیا آقا دعوا نکنه، درسته؟ بعد بیاد آقا 2 4 7 این ستاشون بیان بالا. 4 بازی سیو دکتر میخواد. عجیبا غریبا. نمیدونم آقا جان دیگه چی میخوای؟ چیز دیگه نمیخوای؟ یه چی دیگه بود یادم. اینقدر تناقض دارین تو صحبتاتون که بعد آقا اگه این هفته بخواد بمونه صدای سودا بلند شه امشب. بازیکن شماره 6. صحبت‌های چالش تو واسمون تعریف کردی که آقای 13. ببین این چاله هر چی باشه اون دو شهروند. چاله هر چی باشه اون دو شهروند. اینم تا قیامت شهروند. ببین تو این لوکیشن نهایت یه دونه مافیاست. من فکر کردم اون 8 قبل از اینکه وقتای هفته رو تحلیل کنه رفته اون یکی رو تارگت بکنه، حتما این هفته میشه یارش، ولی نه.
7 میگه من برم بیرون، 8 میگه من برم بیرون. پس بینشون حتما یه دونه مافیا هست. امروز به ساید اون یکی هفته رو میدیم بیرون، فردا بازپرسی منطقه بین 4 و 8 حتما باید باشه. حتما باید بین 4 و 8 باشه. 7 اگر مافیا باشه اون 8 خدافظی میکنیم باشه. این 4 هم که میذاریم مافیایی فروختنی آخر. آقا پلن همینه. 7 امروز میشه خروج بین 4 و 8. پاس زدم علی جان، برو برگرد. میریم برای رأی گیری. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. درباره آقای سیت 4 و خانم سیت 7 ثانیتون میدم، یک بارم بیشتر ننویسید. سیت 5 درباره 4 و 7، 9 درباره 7، 3 درباره 4، 2 درباره 4، 8 درباره 4. الان نفهمیدم این درباره چیه دقیقا. مایک میدیم به پلیر، درباره‌تون صحبت میکنن. کسانی که درباره شما رو خواستن آقای سیت 4، 3، 2 و 8. 5 درباره هر دو پلیر رو خواسته. شما بین 3، 2 و 8 انتخاب کنید درباره‌تون رو میدید یا میبندید. به 3 میدم. میشه خودم میتونم صحبت کنم دیگه الان. ببین 3 بازی داشت. بعد از اینکه ایشون صحبت کردن شما میتونید صحبت کنید. خانم سیت 7 درباره‌تون رو 1، 9 و 5 خواستن. میدم به 5. حرکت‌های عجیب و غریب تو به کنار. این آقای سیت 8 اگر که دورت بگردم مافیای بازی باشه و شما شهروند باشی، تو ذهن من از همین الان بازی رو برده.
رای نشسته، از اون طرف هم شما سال ستایزن رو رای دادن بهشی که این کار رو انجام نمیدی. چه خوب که نیروانا میخواد بازیکنان شماره 4 و 7 میرن برای دفاعیه. اولا که نمیذارم یک دونه رای به این دو نفر بدی. 4 که حتما تو دکتون شهرونده. 10 دو تا رای آورده. اینا اینجا اگه مافیا بود حتما مافیا رای میداد، 10 و 4 رایه میکرد، حق رای مافیا رو باز میکرد. پس 4 و 7 حتما بینشون. امروز که رای نمیدی. 2 حتما مافیاست. 2 حتما یعنی محققات فقط خودشو به 2 میبنده. آقا این سیت 3 4 رفته با 2 سایت برداشته که گفته علی هر موقع شهروند میشه مافیا میشه شناختی به من تارگت میزنه. پس سیت 6 موزه 3 رو بیار پایین. حالا 4 کار کرده؟ با 2 که خواسته موزه تو بیاد پایین سایت برداشته. چجوری به 4 به 2 نزدی؟ من واسم عجیب بود، سه بازی بعید بود که این زد جای شهروندی منو نبینه. دوستان بهتون گفتم شهروند دستش تو جیب باشه. بهتون گفتم آقا و سلام، فردا روز نگین این بد بازی کرد. اصلا بد بازی نکردم، زد جای شهروندی من دیدید قشنگ. فردا روز پشیمون نشید دوستان. شهروند به من رأی نمیده، احتمالا 3 و 2 جفتشون چین باشن. بازم ببین اگه شهروندی به من رأی ندید، بازم اگه دارم اشتباه میکنم. 3 و 2 تارگت منن، 8 بازی هم کار بهش ندارم. بازیکن شماره 7 10 بازی فهمیده چی میگه؟ چارش شهرونده، سیو دکتر خواسته. مگه من 2 ترم سیو دکتر نخواستم؟ 122 من قطعی شهروندم. چه کار باید کرد؟ چه کار باید کرد؟ دقیقاً سیت 4 درست گفتی، 3 قطعی مافیاست. صحبتی ندارم بگی. 8 شاید چرا باید به کسی که کاورم کرده وسط این همه که بهم تارگت زدن مسیر داشت، چرا میخوای به من رای گیری شروع میشه. بازیکن بعد شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا بیدار. تیم مافیا بخوابه. تیم شهروندان بیدار. روز میشه. دیشب بازیکن شماره 5 از بازی خارج شد. اگر موافق استعلام وضعیت هستید لطفاً رأی بدید. آقای سیتشار عذرخواهی میکنم، نتم یه مقدار دیلی داشت.
تا اومدم توقف بزنم تو فاز شب عذرخواهی میکنم. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. نه هفته دیروز چرا نشست به نظرم واقعا چاره که باید باز میشد سایت. نمیدونم 5 بازپرس بوده نه به چالش بیا بگه شماره گوجه نشو رفته خونده شهر 2 4 7 من خواهد 2 7 به من رای دادین امروز زیر شما میام من بازم. آره چرا آقا بخواید به من رای بدین شما 2 7 مسیرتونم به هم نخوره واقعا عجیبه. آقا هفته کنس زیاد میاد خانم سوپیا فکر کنم امروز آقا ساید باز کنیم با هفته باز کنیم مطمئنا دیروز باید باز میشد هفته رو انداختن جلو هفته خودشون رو یاراش دیگه به هر شکلی میخواستن هفته بازی رو نگه دارن که نگه داشتن. و شانس آوردین صدای سودا نیومد 8 بازی نه امروز یقه تو رو میگرفتم جدی میگم ترنم تمام شد دیروز بازی احساس میکنم هفته رئیس مافیا باشه دوستان هفته گادفادرشونه. ممنونم. نفر بعد. نوبت صحبت شما. هفته دیروز تموم شد رفت مافیاس به درک. امروز فقط 3 رو میکنم بیرون، امروز فقط 8 رو میکنم بیرون. آقای 3 تو فهمیدی اونی که داره بازپرس بازی داره التماست میکنه رای میکشی زیرش ملق، رای میکشی زیر بازپرس. 5 بازپرس بود بازپرسی برگزار میشد. کلپس. نمیفهمی یا نمیخوای بفهمی؟ هفته شهرونده تموم شد به درک مافیاست. امروز این دوتا رو میارید بالا به تار موم که شهروندن. آقای شماره 3 دارم زجه میزنم دیروز 7 بده بیرون، 8 میگه نه هفته شهرونده، 4 رو گردن میگیرم، گردن میگیره امروز گردن تو میزنم میدمت بیرون. این سهرا هر کی رو رأی داده به اون توشون مافیاست، هیچ جای دیگه تارگت نمیزنید. هر کی به 4 رأی 2 داده مافیاست. کاری ندارم اصلا میخوام ممنونم. نفر بعد. اینجا میدم به شماره 2. کیا رای 2 دادم به شماره 7؟ 1 داد درسته؟ 1 داد. 5 داد. خودم دادم. من که رفتم واسه مساوی کردن چون شماره 4 که علی صدوسی شو شهروند بود اصلا داره دیالوگ میکنه مگه میشه؟ آیا شماره 2 عزیزم تو فهمیدی که شماره 4 بد پلیه درسته؟ رای 2 ندادی بهش دیگه اوکی. میبینی شماره 7 بعدش شماره 4 با 4 تا رای رفته مساوی بکن دیگه عزیزم. چرا رای 2 ندادی که مساوی بشه این شماره 4 بمونه تو بازی؟ 2 آقا 3 6 8 رای 2 دادم به اینا همینجاست. به 2 3 8 چینه به نظرم چین اینجاست 2 3 8 چینه. آره 7 رو کاور میکنم 6 به نظرم شهرونده این کنساشو خوردم دیگه 1 6 7 رو کاور میکنم اینجا شهروندیم خودم هم شهروندم. 2 به نظرم گادفادره مطمئنم دو گادفادر که 3 رفته 2 رو تارگت کرده بعد با بازیکن شماره 2. کل بازی فهمیدم 4 بد پلی نیست سگ پلیه تو بازی. باسپورس بوده خودم باید میومدم تو باسپورسی دیگه فدا سرم برای به همین که رأی ندادم باید بفهمی من شهروندم تو بازی. فهمیده بود تو 2 و 3 مافیا هست تو بازی درست. خود 3 کشتتش رأی 2 زیرش کشید. 3 و 10 که با هم مافیان تو بازی. 10 تمام پتانسیل رو داشته با اون 5 ساید بگیره. عدم تداخل داشته ذهنیتشون رفته 4 رو 5 کاور میکرده تو بازی. 10 میومده میگفته نه 2 و 4 رو با هم برید بالا تو بازی درسته. که باید میرفت باز 5 سایت بگیره تو چالش هم بهش گفتم چرا نمیری سمت 5 گردنش بگیری تو بازی. 10 و 3 که با هم دیگه مافیان تو بازی اون یکی چینشون نمیدونم که دو تاتون با هم گردن میگه جفتتون رو با هم گردن میگیرم تو بازی. فهمیدم 4 سگ پله رای ندم زیرش خودم مافیا بردم بازی رو. بازیکن شماره 8. یک بازی دورت بگردم ببین شهروندم 4 بازی بعد بازی کرد گفتم من به تو تارگت زدم تارگت سایت گرفتم با تو یه تارگت خرج 8 بازی نمیکنی. یک بازی من بعد بازی کردم هرچی شما دستیم بگیری همونو 8 بازی خروج کن میگم شاید رو جفت چشم خروج میکنم. من شهروندم دارم باهات دیالوگ میکنم
من برم بیرون بازیتون تمام، دورت بگردم یه شات هم میزنن. مگه سر مافیا نداری؟ خب سر بده بیرون. مگه دهر مافیا نداری؟ خب دهر بده بیرون. خب دهر بده بیرون، سر بده بیرون. دارم با دیالوگ میکنم دیگه. یک بازی من اشتباه کردم، چرا بد بازی کرد؟ یک بازی خیلی بد بازی کرد. دوست داری یه شب به من موزه بده، یا سا بکن یا دوا بیرون کن. دوست نداری هشتا بکن. دارم با دیالوگ میکنم یک بازی. اینقدر مافیا وقی نیستم که بخوام دوباره یکی دیگه بگیرم. دو تا یار دیگه دارم، دو تا دیگه کنس میدم، دو تا دیگه میکنم بیرون. این دارم با دیالوگ میکنم. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. استاد الیاس، چینای من از زیر پامو خالی کردن. خب بچه بلند شدن زیر پا منو خالی کردن، گفتن ده بره بیرون. حالا بچه‌ها یا آقای سیت 2 رول شهروندی باید بفهم سه چه تارگت خورده، 3 تارگت خورده، وصیت شده. چرا اون دوره تارگت نزده؟ چون رفته دو رو بکنه بیرون. این رول شهروند دندون منو کاور میکنه با دندون. یا سیت شماره 2 پاتی باید منو کاور کنه، اون به خاطر اینکه نرفتم دارو خوش دارم تو دک تارگت میخورم. جا میاد وصیت میکنه. این چاره تو زن تو بازپرس از کجا معلوم؟ بازپرسی بین 5 و تو بوده. شک کنسپرسی. بازیکن شماره 7 122 صدای مایکت افتضاح. من اصلا نمیفهمم ترنت تو چی میگی. آقای سیت 8 منم دهه رو مافیا دارم، درسته؟ من که شهروند بازی هستم. علی 122 رو امروز بازی کاور میکنم. علی 122 رو امروز کاور میکنم. خودم فقط میدونم چرا. 122 رو امروز کاور میکنم. 8 بازی اگه من شهروندتم، مگه آقای سیت 1 10 مافیات نیست؟ مگه 10 مافیات نیست؟ با 2 و 3 امروز بکش 10 بکن. 122 راحت ترین کار براش این بود که دیروز بکشه زیر منو بده بیرون، برای اینکه من دیالوگ کرده بودم، گفتم من قطعی شهروندم. خودش میدونه وقتی بگم دیگه شهرونده بازیم. راحت بود براش بکشه زیر من که دوباره امروز نخوام دیالوگ کنم بگم من قطعی شهروندم. خودتون میدونین برای من که آیه سیت 1 بازی شما با احترام 2000 نمیارزه. بکش زیر هر کی دوست داریم بکش. بازیکن شماره 8 آخه هفته بازی نمیدونم چی بهت بگم. من هم سر مافیا هم در مافیا. آخه چرا سر شهروندش داری؟ چرا؟ نمیدونم اصلا بازیت نمیخونه. هفته بازی شیشه بازی شما سر شهروند داری؟ شیشه بازی لایک و دیسلایک. خب چرا شهروند داری؟ یه فکت شهروندی براش بیارین. نمیدونم یکی بازی من الان گیج شدم. میخوای یه احترام بذاریم در بدیم بیرون. بازم هر چی تو بگی من داشت هیچ موضعی الان ندارم. هیچ موضعی ندارم. با دست شهروند بازی میکنم. هفته بازی نمیدونم. امروز سه خروش کنه یک بازی. میگم بازم موضع دست خودت، دورت بگردم هر چی خودت بگی. من موضعی ندارم و اینا در میکردمش بیرون. تون تارگت بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. تارگت کردن سه تو این کردن به شعور مافیا بودن خودتونه. به نظر اون سه یاراش کیه؟ سه یارش تو بازی موزهشون رو به 8 که شهروند گردن گرفته باختن، خواستن یاری مثل سه رو بدن بیرون. مثلا کیه یار سه؟ کیه آقا؟ یک استاد یار این سه کیه؟ پاشش یار واسش تعریف کن من بدم بیرون. خودت که شهروندی از دیالوگت معلوم. اون سهم به نظرم شهرونده، کاریش نداشته باشین اصلا. شاد شدن اون 5 تارگت خوردن اون سه بود. نمیتونید به سه بگید مافیا. خودتون میدونید میخواید بدید بیرون بدید، ولی به نظر من شهروند. ببین تو این لوکیشن من مافیا میبینم اونجوری که هفته شهروند منو دیده. به نظرم هفته هم شهرونده. چرا واسه چی دیسلایک میدی؟ به نظر مافیا تو همین لوکیشن نشست. 1 8 10
1 8 10 تا همین لوکیشن دنبال مافیا بگردید. والسلام. صحبت‌های نفر بعد. خب آقا شماره که همه دارن با دیالوگ میکنن، پس فکر میکنم از دو سایت داری شهر میشی. با دیالوگ زیر هر کی رای کشی، زیر مرگشون من میکشم، زیر هر کدومشون از 2 3 6 7 8 9 10 این شکلی. چاره هم باسپورس نبوده، چاره باسپورس نبوده، رای کشیدم زیرش، دلم خواسته فک دوش مینشسته، یک شهرم بهش تارگت میزدن. درسته؟ این شکلی باید باهاتون دیالوگ کنن دیگه. زیر هر کسی رای کشی، رای مرگشو من میکشم. من شهرم، سمت من نیاید، سمت من نه. هر کی میخوای بدی بیرون بده، سمت من نیا. دیگه از این دیالوگ واضح‌تر نمیتونم باهات کنم، چون همه با دیالوگ کردن، دارن با دیالوگ میکنن. سپاسگزارم. نفر بعد. نبود واضح دیالوگ کردنتون هم اشتباه. صدای منم واضح دارین؟ صدا میاد الان؟ زنده باد. آقای سیت 1 امروز داره میگه 7 قطعی شهرونده. خب استاد زیر 4 رای نمیشوندم، میومدم زیر 7 رای میشوندم که قطعی شهروند شماست. 1 و 2 که واضح چین مافیاست. 1 و 2 قطعی با هم دیگه کف دک مافیا هستن. دک به من گفته شهروند، من بیام خودمو دخیل بکنم تو شماها، میذاشم بهتون یکی رو بیرون. امروز یک بلند شده میگه 7 شهرونده. کسی که زیر شهروندش رای کشیده مافیاست. 1 با هم دیگه مافیان. 2 بهتر نرفتم بکنمش بیرون هم مافیا. بلند شده میگه 3 مافیاست. 1 و 2 با هم مافیان. 1 و 2 با مافیان. بازیکن شماره 9. شماره 1 3 مافیا باشه تو رو تارگت نمیکنه، چی نمیزن. این نکته اول. پس 3 شهروند. آیا شماره 6 عزیزم، من تو رو کاور کردم دیروز، گفتی کیما شهرونده، 2 9 شهروندن. امروز فهمیدی 1 و 3 شهروندن. پس چین مافیات باید بشه 7 8 10 دیگه. درسته؟ نه. پس 2 باید مافیات باشه دیگه، چون 3 رو قطع به یقین شهروند داری، باید بگی 2 قطعی مافیات. 2 و 6 که با هم چینن. آیه خانم شماره 7 هر کی هستی، 2 و 6 که چین مافیات. یه دونه رای 1 میدم به شماره 2. 2 که معلومه مافیاست. این شماره 10 هم که شو شهروند. ول کن. آخه شماره 10 از کجا فهمیدید 4 شهر پاسپورت نیست؟ 2 و 6 مافیا، 6 و 8 رو یه رای 1 میدی به شماره 6، یه رای 1 میدی به شماره 8. اینجا مافیا نباشه باختیم. یه رای 1 میدی به شماره 6. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. 2 و 6 با هم مافیان. یه رای میدی 6، یه رای میدی 8. 6 یارم دیرو اومد فقط دور منو جنگل کرد، گفت این سفیده تو بازی. داداش اون نگاه کن، یارتون دهه داره میگه 1 از 2 سایت سفیده، با شده میگه 1 و 2 با هم مافیان. باسپورسی بلند کردی برای من الان اینجا، باسپورسی بلند کردی واسه من. دهه که مافیاست، 3 هم مافیاست. تو 6 7 9 یه دیار داره تاپان دارن میزنن 2 تا شهروند تو بازی. شیشه داره، چین شیشه رو نگاه، میگه 1 8 10 مافیان. سه و 10 با هم دیگه تو دک مافیان. نباید داد بزنم، من سرم خوردم صدام در نمیاد. اصلا من خود نکنید. 3 و 10 با هم مافیان. 6 7 9 یه دونه مافیا نشسته. یاکوزایی کنه، شاید درگم بیرون تو یاکوزایی کن. میخوام رئیس مافیا برات بذارم این تپانی. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. حالا که میخوای گردن بگیری، امروز خودت از بازی خروج پیدا میکنه. قربون شکلت برم. 3 به نظرت مافیاست، تو 6 7 9 یه دونه مافیا داری. درسته؟ 3 10 مافیای تو، 6 7 9 به 3 رای نمیدن، به خودت رای میدن. چجوری میخوای سر رو بکنی بیرون؟ بابا جان این 2 مافیا چرا مافیاست؟ آقای 4 دیروز چین زده 2 3. دیالوگ اون 2 چی بوده؟ گفته آقای 6 اگر منو شهروند داری موضع این 3 رو بیار پایین. دیالوگ آقای 2 با 3 بوده. درسته؟ پس نمیتونستم با هم چشایی که اون 4 زده 2 3 بازی. پس من باید رای میدادم ساید اون 4 باز بشه. پس اون 2 حتما مافیاست، اون یکی هم که دیالوگ نفره حتما مافیاست. آقای 9 مگه من گفتم اون 2 شهرونده یا مافیا؟ نه.
اعلام موضعی راجبش نکردم. الان میفهمم مافیاس. 1 2 رأی ندید، باختی، تموم شده رفت. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. نوبت صحبت شما. بی غیرت ها، دیروز پا شدن رأی کشیدن زیر شهروندتون. اون پنجه دیالوگ کرده گفته چاره شهرونده، این دو رأی نداده، من رأی ندادم، الیاس تو رأی ندادی. امروز چین زدم من و دو مافیایی، اینو من گردم میگیرم این سر رو. دیروز هفته تو دفاعش گفته حتما سه مافیاست، هفته رأی نکشیده، زیر هفته رأی نکشیده، زیر شهروندتون رأی کشیده. امروز هفته پا میشه سر رو سفید میکنه، سه هفته رو سفید میکنه، شیشه که رأی داده به اون چاره چین زده منو. من شهروندم. البته ارزش ندارید انقدر داد بزنم براتون، میدونم که میبازید. پس من به هفته نگفتم شهروند، گفتم به درک که رأی ندادید، منم رأی نمیدم بهش. آقای 8 شما میدونم شهروندی ها، ولی باید ببازی تا بازی یاد بگیری. دیروز خودتو انداختی جلوی مافیا، امروز دارن شهروندتو میدن بیرون. بشین تماشا کن پرپر شدن شهرتو. درسته هفته شهروند بوده نشسته مافیاست. بازیکن بعد. این 122 زیر 4 شهروند رای کشیده، تو و 2 بازی زیر 7 بازی رای کشید. درسته؟ منم کارتم همون جرم تو. ببین اصلا من میگم علی 122 مافیاست، 2 تا یارش هم نشستم، منم یار سومشم. بسوز، بس هرس بخور، چون من با دست همون مافیا قرار تو رو بکنم بیرون. چرا؟ چون نمیفهمی. چون این دستت میبینی یه تک داره دیسلایک میده. من با همون 122 مافیا میکشم زیر خودت تا تو بری بازی یاد بگیری، نخوای به 8 بازی یاد بدی. فهمیدی؟ 122 فهمیده، باش دیالوگ کردم، گفتم آره 4 بازی 2 3 تو مافیاست، 2 فهمیده به من رأی بده، به من شهروند. 122 فهمیده بازی رو متوقف کن به من. تو چرا به شهروند رأی دادی؟ راجب خودت صحبت کن. زمان رأیگیری دوستان، آماده باشید. نفر بعد. نفر بعد. نفر بعد. نفر بعد. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. شماره های 1 و 2 و 6 و 8 در دفاعیه حاضر میشن. نوبت صحبت شما. هر کدومتون شهروندید بی غیرتید تو این بازی. میخوام بر بخوره بهتون ها، میخوام بر بخوره بهتون. آقای شماره 3 باید هفته رو، اگر شهروند 3 باید بگه اون مافیاست که به منی که دیروز رأی کشیدم زیر شهروند داره منو سفید میکنه. پس 3 مافیاست، هفته شهروندم باشه 3 مافیاست. فکت نمیفهمید، فکت نفهمید، نوب سگید. رأیت زیر من چیکار؟ مرسی. نفر بعد. این یک داره لطف میکنه بهتون اینجوری حرف می‌زنه. سیب زمینی چیه که بهش بر بخوره حاجی؟ 7 خاله آب هویج میخوای؟ من زیر تو رأی نکشیدم.
به شماها چه ربطی داشت به 4 رأی دادید؟ منو گردن گرفته بود. من چقدر آجی خوش پلیم، فهمیدم یارو سگ پلیه تو بازی. 8 رأی داد، یکه رو آورد بالا. وای وای. 3 6 7 مافیان، 3 6 10 مافیان، 3 با کی مافیان؟ من فقط میخوام بدونم 3 با کی مافیان. بازیکن شماره 6. سه شهروند قربونت برم. خودت واسه سه نمیدونی یه شین منطقی تعریف کنی. آقای نو منو کردی تو دفاعی، با رأی 4 تو اومدن تو دفاعی، یارای من فلج بودن، رأی زیر تو نکشیدن. خودم هم که شهروندم، مطمئن نیستم چه این دارم زیرت رأی بکشم بدونم بیای تو دفاعی. قربونت برم. پس مسیر تو درست کن، خودت هم میدونم شهروندی. آقا جان تو لوکیشن 1 2 3 حتما باید مافیا باشه. آقای سه که چین نداره. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. شما دو میتونی برای چیزی که رأی کشیدم اصلا دوست ندارم یکی ببره. من شهروندم، دوست دارم ببازم مافیا بره نوش جونش. من بلند شدم با 4 سایت گرفتم، یکی نمیگه 8 مافیا درسته، من موزه رو جلوش باختم. من شهروندم، یه رأی میکشین زیر من، فقط میکشین زیر من. 7 بازی مافیاس نوش جونش، 3 بازی مافیاس نوش جونش. بذار بدین دوتا برس. اما اول اشتباه که اومدم تو دک نشستم. همه پلیرها معذرت. زمان رأیگیری دوستان، آماده باشید. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. با اکثریت آرا شماره 1 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. خوشحال شدم علی 122 بود، جدی میگم، نوش جونت علی جان. من گاوم های شمارهش میشینم با تو بازی میکنم، میدونی تو مشکلی نداری. من گاوم الان میرم بیرون ببازش. به من چه؟ علی ببر داداش، نوش جونت. 3 و 7 با هم فهمیدن حتما شهروندن، 6 فهمیده این دوتا شهروند. شب میشه و شهر به خواب میره. تیم مافیا بیدار. تیم مافیا بخوابه. گروه شهروند بیدار. یک روز دیگه شروع میشه.
رأیگیری برای استعلام وضعیت. همه بازیکنان یک دور صحبت میکنن. چالش هم میتونید بدید. اون سه هر چی باشه این هفته شو شهرونده کاورش میکنم کارتامو میذارم جلوش. تو لوکیشن 2 8 9 10 آقای 10 دوبار دیروز با دیالوگ کردم اون رأی 4 زیر من چی بود؟ آقای 9 هم همچنین. تو لوکیشن 2 8 9 10 بگردید دنبال خودتون مافیا این هفته شهرونده کارتم جلوش. صحبت‌های نفر بعد. اون دو ویوا منم اندازه تو این بازی فشار کنم همون نه یا بازی کن خوب بدتر از اینا دیالوگ حقتا خیلی دارم با رامیان پا می شدی میگفتی من و سه با هم یاریم دیگه تو لوکیشن 8 9 10 نگاه هفته هم گادفادرمونه. چرا دیرو رای ندادی عمو؟ آقا بفرما بیرون دیگه بس دیگه چه هیتلری دیگه تو این بازی چقدر میخواد سلام بخوری برو بیرون دیگه. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. دیروز بهت نگفتم بیا بکش زیر 10. 3 رو مافیا داری، خودت مافیایی، من مافیام، هر کی مافیاست چینش 10. چرا دیروز نکشیدی 10 بره بیرون؟ من 8 و 3 رو نمیذارم. من کارتم شهروندیه. دیروزم دیدی با دستش بازی کردم. کارت من شهروندیه. من یار چهارم همه علی 122. برای چی دیالوگ بدتر از این حقه؟ برای اینکه فهمیده من شهروندم به اون یک شهر گفته رهاش کن خودت هم شهروندی نفهمیده. حقش اینه که دیالوگ بد باش بکنی. اون نفهمیده باید با این دیالوگ بد بکنی. رو چه حساب حقشه؟ برید بابا بیشتر از ادعا مدعا برید بازیاتون رو پاک کنین. از اول از الماس شروع کنین بازی یاد بگیرید. 122 حالش میبری این وسط. میشه جونت کچل میشه جونت حالشو ببر. بازیکن شماره 9. سوپیا 1% بدونم شهروندی بازیای بعدی ببین من تو بازی باشم یه جوری میدمت بیرون بدونم شهروندی چون وقت منو گرفتی وقت من واسه خودم مهمه میفهمی چون بینم چینم که 3 6 10 آره شماره 10 دیروز فهمیدی شماره 4 پاسپورت نیست آره پاسپورت نیست یعنی من پاسپورتم دیگه چی شد پاسپورت چرا نیومد 3 6 10 مافیان امروز آره شماره 2 خودت 8 ستامش رأی میدیم به شماره 3 این 10 رو بده هیچی رأی نده که چینش میشه خانم صوفیا بفهمم شهروندی رأی ندی به شماره 3 دیسکای بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. بفرما هفته بازی دو بازی تو دوست داری هرچی به من بگو دیروز به یکی میگم هفته رو رهاش کن شهرونده میگه تو مافیا داداش چرا مافیایی داشته رو باش سایت بسته نه بازی چه تارگتی رو هشته بازی داشتی رای دادی چرا رای دادی الان شدم شهروند دادم همین ده خروج میکنه دو بازی من هرچی دوست داری به من بگو من بچه بیادبی نیستم بعد بازی کردم بعد پلیریم ولی به یکی گفتم هفته رو ولش کن شهروند گوش نکرده گفتم هم مافیایی به تو رأی میدم گفتم ولش کن هفته رو امروز رأی بده ده خروج کنه یعنی ده نوع بازی ده رو مافیا نداری رأی بده ده خروج کنه تو اصلا به من تارگت نشی نوع بازی که به من رأی دادی چرا رأی اومد زیر من الان هم من شهرونده امروز ده خروج کنه بازم بهت میگم دو بازی هر چی دوست داری بگو من بچه بیادبی نیستم حتی دوست داری فوشم بدی بده بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. سنو الیاس صدامو داری؟
من شهروندی هستم که امروزم نمیکشم زیر 3. اگزیت بزن، برای وقت ارزش قائل باش، برو. چرا نشستی؟ اگزیتو الان بزن. نه، من وقتم از سر راه آوردم که 2 روز پشت سر هم بلند شم دیالوگ کنم بگم من شهروند بازیم، یک بازی نفهمه توی مافیام نفهمی. ها؟ 10 بازی یه راه رستگاری داری، نوبت 9 قبل توه. کشیدی زیر 9 بازی، کشیدی زیر خودت، رأی نمیکشم، رأی 2، رأی که قطعا زیرت میکشم، تو خیلی قالتاق‌تر این حرفایی. ولی نکشیدی رأی زیر 9 بازی، خودت میری به سلام. صحبت‌های نفر بعد. خانم صوفیا، من از تو سابقا بیشتر تو مافیا. خب بخوای اینجوری مثلا ادامه بدی بازی مافیا رو، باور کن به هیچ جا نمیرسی. یعنی یه شماره یکی تو رو گردن گرفته، مهم نیست، گردن میگیرن دیگه. 10 بار خودت ببین، خودت یادت باشه به همراه میسم منو گردن گرفتید، تارگت صفر بهتون نمیزدم. اینجوری بازی بکنی نمیتونی پیشرفت کنی خانم، نمیتونی عزیزم. آره شماره 8 پلیر، سوپر پلیر، 1 با 4 تا رای رفته، من بدبخت به همراه شماره 2 به همراه شماره 1، هر ستامون هر رای میدیم که شماره 1 شهروند نره. اینو شماره 2، اینو شماره 8 رو نگاه بکن. من دارم با کیا بازی میکنم. آیه شماره 2 خودم شهروندیم. این 7 که بسته که با شماره علی 122 7 شهرونده، واقعا خود دیگزت میده، چون این اذیت میکنه، منو اذیت میکنه. مهم نیست واسم، مهم نیست. بازیکن شماره 3. خودتو سابقت بگم الیاس، میدونی چقدر دوست دارم. تو مافیایی که امروز معرفی کردی 3 6 10 بوده. روز یک بلند شدی چی گفتی؟ گفتی 3 6 10 که با هم شهروندن، میریم برای خروج شهروند. بعدا تو شهروندی داداش نیستی که دورت بگردم. آقای ویوا دورت بگردم، اینا همش از سر اینه که شما اومدی کارگاهی رو من بلند کردی، یا برای همین الان این درد سر رو داریم. فدات شم. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. خیلی خب، خسته نباشید آقا. امروز رأی بدیم من این بازی کذایی تموم شه. جدی میگم لیاقت شهر نیست. خانم صوفیا، من اگه مافیا بودم کارتم یه اندام مینداختم وسط، اعلام وقاحت میکردم، جرأت نداشتی زیر من رأی بکشی. میفهمی؟ من دیروز با دست 2 بازی، 1 بازی رأی کشیدیم زیر 3 بازی، نتونستیم بیاریمش بالا. یک رفته بیرون خونده شهروند، کارت خودم شهروندی. درسته، پس این شهر لیاقتش برد نیستش. تمام شد رفت. امروز هم یه تکله فقط زیر 10 بازی خروج. بازی تمام. به قول دوست از اون جیش بوس لالا، شب بخیر. وقتی مافیا ندیم بیرون باید هم وقیح بشه دیگه دوستان عزیز. دیروز یک بازی داره زجه میزنه، خودشو پاره کرده، هیچ مشکلی نداره. به همه رأی دادم بغیر از 9 بازی. باید به کی رأی میدادم وقتی یک بازی رو رأی 2 دادم دیگه تمام شده دیگه؟ غیر از اینه چیو میخواستم بدم بیرون؟ 8 بازی رو بدم بیرون؟ سپاسگزارم. نفر بعد. هیچکی سمت 7 نمیره، هیچ کس سمت 7 نمیره. امروز در خروج میکنه. هیچکی سمت 7 حقی نداره بره. 7 شو شهرونده. الان به مافیای 7 رسیدیم ها. در خروج میکنه، بازیتون تمام نمیشه. یه مافیا خروج کرده، فردا این نوار میدیش. بازی 8 الان شهرونده، دیروز رأی کشیدی زیرش. هر کی سمت 7 بره با من طرف. هیچ کی سمت 7 نمیره. امروز در خروجش میکنه، بازی خلاصش میکنه، تو فردا نوار. بازی تموم میشه، رأی دادی به یکی شاتت هم بزنی، بازی تموم شده. بازی مگر اینکه من اینجا مرده باشم تو بتونی بازی اینجا ببری. امروز همین که زیده ده وقتی 7 میگم شهرونده، یک بازی نباید بیاد سمتش، چون میدونم شهرونده نباید بیاد سمتش. امروز فقط در خروج. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. به سطح پلیت احترام میذارم، فهمیدم که 1 و 2 با هم مافیا، 1 مافیا.
شما اون هفته که دوست پسر لازم اصلا اومدید چه وضع بازی؟ فکت بازی رو کشید، اصلا چی کار میکنید تو بازی؟ چی کار میکنید؟ دیسلایکت اصلا برام مهم نیست. به وقت ما ارزش قائل نشدی. تارگت زده گردن دیگه. چهاره مگه منو گردن نگرفت تو همین بازی؟ فکت بازی پیشو نمیخوام بیارم که تو همین بازی من شرم مگه گردن نگرفت. خواهان خروج خودم شدم، زیرش رأی کشیدم، رفتم با دست مافیا بازی کنم. بازیکن شماره 3. لوگو رو از این حالت خارج بکنید. آیه سیت شماره 10 دورت بگردم، دیروز که به ما داری رأی میدی آقای 9 روز فهمیده جنابالی با من یاری، من یار شمام با آقای 6 تو ذهن آقای شماره 9 10 اومده به من رأی میکشه، میگه 3 مافیاست، 6 گفته نه خیر، نه 3 شهرونده، زده تو دهن یارش. بعد آقای 10 تصمیم گرفته هم به من رأی بده هم به 6. بعد آقای 9 میگه 3 6 10 و تو ذهن من مافیا. کیا؟ همونایی که روز یک بلند شده گفته 3 6 10 شو شهروندای بازی هن. استاد تو که داری فکت مافیایی برای خودت میاری آقای پاتیل، طرف بهت گفته مافیا، جنابالی کارت چیه که بیخیالش شدی؟ من بلند شدم بهم گفته مافیا رأی کشیدم زیرش، جنابالی میگه من رأی ندادم به کسی که بهم گفته مافیا. خب خسته نباشی. آی ویوا باز سپاسگزارم. نفر بعد. ببین زیر همتون رأی میکشم، زیر همتون رأی میکشم که رأی بکشین زیر من. خانم شماره 7 صوفیا، یا شهری یا مافیا. اگه شهری که توهین کردی فقط به شخصیت زیر 2 و 9 بخواد رأی نکشی، درسته؟ 3 رو شهر داری، 6 رو شهر داری، خودت شهری، 8 شهره، من با 2 و 9 رو یاریم دیگه، درسته؟ درسته؟ لایک تو ببینم. توهین کردی به خودت بخواد رأی ندی دیگه، پس رأی بده. زیر همتون رأی میکشم ببینم کی میخواد به من رأی بده اینجا. زمان رأیگیری دوستان، آماده باشید. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. شماره های 2 و 3 و 6 و 9 و 10 در دفاعیه حاضر میشن. باگای شهروندیتون رو میتونم جمع بکنم مثل سیت 9 که چین مافیا رو روز یک شهروند کرد. میتونم 2 تا شهروند رو آشتی بدم، میتونم زیر 4 شهروند رأی نکشم منو گردن گرفته، ولی واسه اون هفته که غیرت نداره واسه کارت شهروندیش نمیتونم کاری بکنم. 3 6 10 چین بازیه دیگه. دنبال چی میگن؟ الان هفته رو نگاه کن. رأی کشید زیر 9. صحبت های نفر بعد. بشین ببین مگه من تا روز یک تو رو یادم میره بلند شدی به یک گفتی بیا این سه رو گردن بگیر، بین من و یه شهروند داری جنگ میندازی، 2 تا شهروند رو به جون هم انداختی. آیه توماج
هر چیزی که الان بهش رسیدیم نتیجه لجبازی بوده. لج نکن آقا، با سوفیا لج نکن، با سیت 7 لج نکن عزیز من. لج و لجبازی رو بذارید کنار، این 2 و 9 با هم دیگه چینن، بدید بیرون آقا، بدید بیرون، اذیتمون نکنید. بلند شده میگه چین مافیا رو کاور کرده بوده. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. آقای نور تو پی او وی خودش معتقد اون دو شهروند بوده، یک و دو با هم دیگه شهروند بودن. جایی که دوتا شهروند اومد تو دفاعی، اون 10 یارم تو ذهن خودش، اون 10 یارم رأی 4 کشیده زیر منو که تو دفاعی که حق رأی شهروند باز کنه، جایی که از نظر خودش دوتا شهروند تو دفاعی بودن. خودم که شهروندم، این هفته هم مطمئنم شهروند. این زیر ما باشه بازی رو بهش باختم باشه جوش. یه رأی داشته باشیم میکشین زیر. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. علی من و شماره 2 یاری، شما 3 تا شهروند دیروز شماره 1 رو کردی بیرون، با هم دیگه تصمیم گرفتیم رأیش مساوی کنیم. بعد 3 6 8 10 3 تا شهروند رأی دادن به شماره 4 رفته بیرون. نفر دوم دیروز پا شدم گفتم شماره 2 رأی ندادی یار من، میکنمت بیرون، با شماره 6 چینی. خودتو کاور کردم گفتم 2 و 6 با هم مافیا، 2 یار منه. آره میخند الان، مطمئنم الان داری میخندی. ول کن آقا، امیدوارم به بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. از یه طرف دلم میگه ویوای بنده خدا گناه داره، یه باخت علکی واسش ثبت میشه. از یه طرف میگم آقا این شهر لیاقت برد نداره. وقتی موفدی بیرون وقیح میشه دیگه. دو بازی از روز معارفه زیر چیزه، فشار لادره، نمیخوام بدنش بیرون، میخوان نگهش دارن. این شهر مافیا دوست داره. نوع بازی اینطوری اعلام آقای ترسیدی رأی بدین دیگه. من تارگت داشتم رو 4 بازی رأی دادم. درسته حالا این وسط یکی یا دو تا مافیا هم بودن رأی دادن برد کرد. میریم برای رأی گیری. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکن بعد. با اکثریت آرا شماره 2 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. بازیکن شماره 3 با تحقیقات محقق از بازی خارج شد. خوشبلایی ما من میخوامش. اصلا با تو نیستم سیت هفت. بعضی هم اومدن دایرکت اینستاگرام 10 بازی فردا پرواز میکنیم. خشتن حاجی، رای مرگ کشید 10 بازی رو فردا میدید بیرون. 3 مافیا بود دیگه، من محقق بودم شوش. فردا اون 10 رو ادک میکنید بیرون. آره 10 بازی دندوناتو فردا میکشم. شب میشه و شهر به خواب میره. تیم مافیا بیدار.
تیم مافیا بخوابه. گروه شهروند بیدار. یک روز دیگه شروع میشه. همه بازیکنان یک دور صحبت میکنن. چالش هم میتونید بدید. خودم که شهروندم. بازی از اول شروع میکنیم. خودم که شهروندم. اون هفته مهمم شهرونده. تو لوکیشن 8 9 تا 2 تا مافیاست دیگه. بگردین دنبال خودتون مافیاست. 2 تا. ممنونم. نفر بعد. تموم در بی غیرتی با دست من مافیاییه که شهروند 2 محقق رأی ندادن 3 یارمو بیارن بیا بالا. درسته؟ آقای شماره 6 آقای شماره 1 با دست من و 2 داشتیم پاره میکردیم خودمون رو. علی سربیسو رو بیرون کنیم. کی پنگ کرد جلوش خودشو؟ خانم شماره 7 شما. آقای شماره 8 دم شما گرم. من مافیام اینجا بازی. درسته؟ آقای پاتیل چی میزنی پاتیل؟ شماره ساقی تا آخری واسه من بذار. جدی میگم من با دست تو یک بازی زدیم پس کله 3 مافیا نتونستیم بریم تو دفاعی. ما بلند میشی آقای ده بازی آقای ده بازی. نه جدی میگم شماره ساقی تو بده به ما بابا. بازیکن شماره 7. سام پاشا 50 بار اونجا برات نوشتم به من مایک بده جواب این بی خانواده رو بدم. یعنی چی که فکر کردی اینجا دنبال دوست پدر میگردی؟ این حرفا یعنی چی؟ من اومدین اینجا مافیا بازی کنین یا به هم بی احترامی کنین؟ سیتک نفهمیده من شهروندم. 3 بار 8 مافیا باش دیالوگ کرده گفته ولش کن. نفهمیده. خب باید بدمش بیرون دیگه. درسته؟ آیه 122 من اینجا مهمون شما بودم. دم شما گرم. خیلی زشت بود. یعنی من نمیدونم 122 یعنی واقعا یکی تو بازی مثلا اصلا اشتباه بازی کنه باید بیان بهش بگن تو اومدی اینجا دنبال دوست پسر بگردی. البته خب قطعا دور و بری خودشون اینجوری هست دنبال دوست پسر تو بازی مجازی میگردن. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. ببین هفته بازی من تو رو شهروند دارم، 9 هم شهروند دارم. درسته؟ شیشه بازی 9 مافیاست. 9 چجور مافیاه؟ شیشه بازی 9 بازی منو شهروند نداری؟ 9 بازی لایک یا دیسلایک منو شهروند داری یا نداری؟ نداری 9 بازی؟ امروز همه شیشه رو خروجش بده. باشه 9 بازی باشه هفته بازی امروز همه شیشه رو خروجش بده. الان دارم به بازی برمیگردم دیگه. دیسلایک تو کوچه دورت بگردم. 9 شو شهروند هفتم شو شهروند. همین شیشه رو خروجش بدین. گوش کن دیگه. 9 بازی من دارم تو میگم شهروند، به هفته میگم شهروند. هفته روز اول گفتم شهروند، الانم به تو هم میگم شهروند. یه دست بازی کن این شیشه خروج کنه. به تو داره میگه مافیا. به 10 کاری نداره. هفته شهروند شده براش. چجوری شهروند شده؟ بازیکن بعد. از خدا آقا خدا میخواد مافیا ببره. خیلی عجیبه. تو 2 بار وقتی میتونستن آقا شات انجام بدن ببرن نتونستن ببرن. آقا
ول کن. آره شماره 6 به داره دنبال مافیا بین من میکرد. من دیروز گفتم امیدوارم به رأی بکشی زیر محقق، رأی کشی زیر محقق. آقا یه سوپر پلیر بین 8 و 10 واقعا عجیبی، جدی عجیبی. 1 و 2 و 9 جفت سر ستامو میگیره مافیاس با دست 3 رأی میده شماره 2 بده بیرون. مگه میشه؟ امروز آقا هر کی شهرونده واقعا عجیبه، هر کی شهرونده رأی بده. آقا شماره 6 چه روز تو کاور کردم، یه روز باهاتون بازی کردم دیگه عزیزم. خوب بازیکن شماره 9. بودم. این بذار صوفی ناراحت حرفای الکی نگو، ول کن دیگه. شما داشتی با مافیا بازی میکردی به خاطر همین ناراحت بودی. ول کن همش تو بازیه. آره شما شیش من گاتفادرم، چی کار میخوای بکنی عزیزم؟ من گاتفادرم دیگه، گاتفادرم دیگه. میتونی منو بدی بیرون؟ نمیتونی بدی که عزیزم. یه کاور کردی قربت برم، گفتی شو شهرونده، یه شو شهرونده. پس من و یارا رای میدی با شما شیش بری بیرون. علی که منو دیس میکرد، میگفت روز یک که چین مافیا رو کاور کردی. عزیزم 1 هفت 2 تا شهروند همدیگه رو گردن گرفتن، 8 و 4 همه گردن گرفتن، 5 تا همدیگه رو گردن گرفتن. من بدبخت باید چین رو کاور کنم دیگه، چیکار کنم؟ 3 تا ساید شهروندی بوده. امروز تکرار میدیم آره شما شیش قربونت برم بری بیرون تا شماره 3 به شما مافیا رو کاور نکن. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. الیاس چینش 10 چینش 6. زود باش سری لایکتو ببینم. امروز شهرمند بازی 10 بازی رو میده بیرون. هر کی من 6 تا شو دکتر بازیه، دکتر رو میخوای بکنی بیرون 10 تو بازی نگه دار. یارشم بهش رأی میده. آیا 8 مگه من شهروندت نیستم؟ 6 از من شهروندتره. امروز 10 بازی میره بیرون، شهروند 10 میکنه بیرون. آیه فرهاد حواست هست که دارم دیالوگ میکنم، فقط 10 بازی میره. آقای الیاس هر کدومتون شهروندی میکشین. هر کی من مافیا باشم چینم 10، 8 مافیا باشه چینش 10، 9 شماها دارین دم به هم دیگه میزنین برای چین دوم 10. درسته؟ پس خودت 10 رو میکنیم بیرون تو کیاس تصمیم. بازیکن بعد خیلی خب خانم صوفیا قبول داری 3 مافیا بوده اینجای بازی؟ قبول داری الان؟ خب کی به 3 رأی داده بود؟ کی 3 رو میخواست کنه بیرون؟ 1 بازی، 2 بازی، 10 بازی. الان 10 میشه مافیا. بده بیرون بده بیرون. اه. بیا یار دارم بین 8 و 9 دیگه، غیر از اینش چه شهرت؟ تو شهری واقعا؟ به من پس رأی نده. اگه میخوای بازی به کلاس برسه به من رأی نده. با دست شیشت بازی کن، با دست هر کی شهرداری بازی کن. بین 8 و 9 مشکل که نداره که. نکن این کاراتو دیگه. وقتی خود مافیا نمیدونه چیز کنه تو میخوای دست بدی به مافیا؟ بده بره آقا، بده بره. زمان رأیگیری دوستان، آماده باشید. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. شماره های 6 و 8 و 9 و 10
در دفاعیه حاضر میشن. آقا جان 8 تا 9 با هم دیگه مافیا، مگه میشه نفهمید 8 تا 9 با هم دیگه مافیا؟ دیروز اون 9 داشته میگفته 3 بره بیرون، 8 داشته کاور میکرده، پس امروز با هم مسیر شدن، میگن 6 و 10 با هم دیگه چین. نمیدونم خانم صوفیا، به دستتون نگاه میکنم، رأی دو زیر هر که بکشی میکشم، ولی به نظرم ده شهرونده، چون چین نداره. 9 که داره منو با 10 چین میزنه میتونه مافیا باشه، 8 میتونه مافیا باشه. مگه میشه دیروز جایی که 2 تا شهروند تو دفاعی بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. سوفیا گوش کن، گفتم شما شهروندی، 9 هم شهرونده، دورت بگردم. یه لحظه گوش کن، من که نمیام به این شیشه ببازم، نمیام به این 10 ببازم. مگه نمیگی 10 باشه 10 رو بده بیرون؟ 6 و 10 مافیان. ببین تو شهروندی، 9 هم شهروند، منم شهروندم. 6 و 10 مافیان، دورت بگردم. گوش کن دیگه، به تو گفتم روز اول شهروند، دیگه کاری باهات نداشتم، تا آخرم شهروند بودی. بعد به 9 گفتم تو هم شهروندی، خودم هم شهروند. 6 و 10 میشن مافیا خانم صوفیا. گوش کن دیگه. نفر بعد. کنی شده که با هم مافیان دیگه، شماره 6 الان منو تارگت میکنید، اصلا دیگه عجیب غریب. ببین شماره 8 یه دیروز گفت که 3 و 10 با هم مافیان، علی چلنج رو گرفت گفت چینم زیر منو رد کرد، چی میگم، زیر منو کشید که 2 و 8 داشته تارگتش میکرد. آیا شماره در رأی یک نمیدی به شماره 6؟ کی مافیاست عزیزم؟ 8 رو با هم مافیان دیگه، گل بره درسته. آیا شماره در الان بعد من صحبت کن، رأی میدیم به شماره 6 نرفت بیرون خانم صوفیا. ممنونم. نفر بعد. بعدیتون مسیرتون اینجاست که مسیری نداری. شو دکتر بازی طرف میدونه کی شهر کی نیست. خانم صوفیا میدونی من دست میدم یار نمیدم، طرف داره نقش مثلا اینطوری بازی کرده که من یار فرضیش باشم، گفتم زیر جفتشون رأی میکشم، مثلا فرقی نداره کدوم مافیا بره بیرون، سر مافیا دعوا ندارم که. 8 بازی واسه یار بوده، شما داشتی کولی میدادی. 8 بازی یک بازی باش دیالوگ کرد، آقای 8 بازی شهر منی، ولی رأی داده، گفته نه 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 من دوست ندارم به تو دست بدم، دوست ندارم. مافیا بود. زمان رأیگیری دوستان، آماده باشید. نفر بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. تبریک به ساید مافیا، بازی تموم شد. بازیکن شماره 9 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. 8 دکتر بازی، ببین یه آقا 6 و لحظه 7 اجازه بده من مایک میدم به 8 دکتر بازی. هی داره سفید میکنه، نقش دکتری رو به سیت 6 میچسبونی. به شما ربطی نداره، شما اصلا پیام ننویس با کی دیالوگ کنم با کی دیالوگ نکنم. به خانواده کسی هم دفعه آخرتون رو توهین میکنید. این بازی هم در اینجا به ببین پایان رسید. میریم برای اعلام نتیجه بازی. که برنده کاپیتان تیم مافیا. فعاله، تشریف بیارید. این بازی هم تموم شد. بسیار زیبا و با کلی هیجان بود و لحظات عالی رو با هم سپری کردیم. نوب سگا، نوب سگا، برو علی زیر جون نوش مایکت یک جونت بازی، یه داداش دقیقه که برو تو زیر نیستی. مایکت، یه دقیقه برو زیر مایکت یک بازی. خانم 7 بازی دارن